سلام بچه‌ها، امروز اومدم با یه ویدیو خیلی خوب. من چند سالی میشه این دستگاه رو دارم، خیلی هم به دردم میخوره. یه ورش به عنوان برس استفاده میکنم، بعضی وقتا که نیاز دارم روش میشه صفحه حساب و صفحه برای چاقو تیز کن یا مثلا قطعه‌ای رو میخوای بتراشی میشه استفاده کرد. منتها این چون که خیلی وقت دارم استفاده میکنم اصلا بهش نمیرسم، خیلی فرسوده شده. قراره این سری با هم دیگه این دو شاخه و این سیما رو عوض کنیم، باکس برقش رو صفایی بدیم، قراره یه دست رنگ بهش بزنیم تا مثل روز اول سالم بشه. ما همراه باشیم. خب مرحله کارمون اینه که اول باید اینو باید دمونتاژش کنیم. که برای دمونتاژ کردنم باید این پیچا رو باز کنیم که اول از همه دینامو در بیاریم. شروع میکنیم به باز کردن پیچا. نیاز به آشغال فرانسه دارین، ابزار عمومی. توی این بازسازی خیلی خیلی ساده است. پیچا رو دونه دونه وا میکنیم. چهار تا پیچ داره دور تا دور دستگاه، همه رو باید باز بکنیم. کل پیچا رو باید باز بکنیم، چون که آچار مخصوصش رو نداریم نشدن کار سختیه. اگه آچار مخصوصش رو داشته باشیم خیلی راحته. این یکی شده شدیم و بهش با دست باز میشه. بعد همین یه دونه مونده که اونان الان بندی بازش میکنه. هست که فعلا باید یه دونه از این پیچ ها رو نگه داشتم، از این 4 تا پیچ، برای اینکه قبلش باید سیمش رو جدا بکنیم از این ور. سیمش این پشت وارد شده، بعد براش این کلید برق رو در بیاریم. درش آوردیم، متاسفانه سیماش راه نمیدن بیاد. چرا راه نمیدن نمیدونم. خب اومد بیرون. خب اینه، اینجا یه سیم اضافه داره که حالا میخوام براش به عنوان حالا یه آپشن اضافه استفاده بکنم. بریم که من سیما رو باز بکنیم. نیاز به 2 تا دسته من داشتم، اینا رو بدون که فیلم بگیرن در آوردم. حالا باید این پیچ ها رو شل بکنیم. اینجا 3 تا پیچ داره که این سیما رو آزاد میکنه. اینا سیمای فنن، اینا رو باید شل بکنیم تا سیما آزاد بشن. تا اینجا کار سیم کشی ها رو همه رو آزاد کردیم. یکی جامون. این یه پای کلید از این پریزا بابا از این کلیدای داخل خونه هست، کلید سپول به این میگن. یه نظم تهیه بکنین خیلی خوبه، جوابم میده، براش آمپرش رو میکشه. خب حالا باید این سیمای برق اضافه رو باید باز بکنیم. اینه خازنه، اینو داخل ویدیو ننداخته بودم برای شما. این دیناما به یه خازن 4 نیاز دارن، خازن 4 میکروفاراد. بریم که با هم دیگه بازش میکنیم. اینو بازش بکنیم. توی پیچ سرخودروه، برای همین خود سخت باز میشه. فکر کنم دیگه باید باز شده باشه. در اومد. اینه یه خازن کتابی بهش میان 4 میکروفاراد که برای این دینام استفاده میشه. کارهایی که دیگه داریم باید از دست این باکس قدیم باید راحت بشیم که براش باید اول این پیچ ها رو باز بکنیم. پیچاش خیلی سفتن، اگه بتونیم پیچ ها رو باز بکنیم خیلی عالی میشه. حالا برای اینکه بخوایم اینو از این سوراخ بکشیم بیرون، باید این چسبا رو هم باز بکنیم. این چسبا رو باید باز بکنیم که خازن جاید جدا بشه. این جدا شد. حالا ببینیم که به برق میان یه خورده سخت باید بیاد، جاشون واقعا کوچیکه. برگردیم از این طرف، از این ور بکشیم خیلی مسلط داریم. اصلا کار راحتی نیست این قسمتش.
درش آوردم. اینه. خب این از دست سیما راحت شدیم. حالا میتونیم باکس برق رو باز بکنیم که فقط همین یه پیچ پایینش مونده. این پیچ باقی مونده رو باز کردیم و الان این چیزیه که برامون مونده که باید کلن سنباده کاری باید بشه و رنگ‌آمیزی که واقعا وضعیت بدنش اصلا جالب نیست. خب پس بریم سراغ پارچه کشی تا از دست این تار عنکبوت راحت بشیم. پایینشون افتضاح. این اول باید با یه جاروی چیزی بتکنم، همینجوری نمیشه. این تا اینجای کار که یه عالم وسایل یه عالم هم نیست، کمه. باز کردیم اینو پارچه کشی کردیم. حالا باید بریم برای سنباده کاری. این سنباده 240 استفاده کردم. حالا شما ببینید از چی به کارتون میاد. شروع میکنه به سنباده زدن. هر جوری هم که باقی مونده رو باید تمیز بکنیم. خب برسیم به خود آهن. مراحل سنباده کاری رو سعی کنید به بهترین شکل ممکن انجام بدید، چون زیرکار رنگه باعث میشه عمر رنگتون خیلی بیشتر بشه، دیرتر بریزه. سری قسمت ها هستن مثل این جاهای جوش، برای تمیز کردنشون بهتر از این مسواک ها استفاده کنید، خیلی بیشتر جواب میده. از اینکه کلی اینو سنباده زنید وقتی میشه با از این تینر فوری رو با پارچه تمیز کنیم. بذارید دیگه کثیفی روی این نمونه، بذار کامل تمیز بشه. حالا میرسیم به مرحله رنگ کاری. برای این تنه رنگ نارنجی انتخاب کردم، اینکه قبل و بعد کار رو داشته باشه. در این مرحله پیش میریم. فقط بین این مرحله‌ای که میذاریم یه خورده فرصت بدین، بذار مثل اینجا شوره نکنه. فعلا کارو تا اینجا رسوندیم، کامل چند مرحله رنگش کردیم و میریم برای مرحله بعدی. این فرصتی داره اون خشک میشه، میخوام از دست این راحت بشم. میخوام از این ورق پلاستیک 4 میل یه باکس برق درست کنم برای خودم. بریم که نقشاشو بکشیم. تا اینجا به اینجا رسیدیم. عرض این قسمت 7 سانتی متره، طول این 14 سانتی متره. اینان که 7 سانتی متر مشترکه بینشون. بعدش ولی این چیزی طولایی که بهشون خورده هر دوتاشون 4 سانتی متره. اینا مشخص میشه، اینا 4 سانتی متره. 4 سانتی متر. بریم که اینا رو با کمانره برش بزنیم. خب حالا نوبتی هم باشه، نوبت سرویس کردن و رنگ کردن اینه. اصلا وضعیت جالبی نداره، بعد از نو بسازیمش. بریم سراغ سنباده کاری این تا کامل تمیز بشه. وسط کار بودیم که اسپری سفیدمون تموم شد، داره همین رفتم یکی دیگه پیدا کردم. بریم برای ادامه رنگ‌آمیزی. خب اینو کامل داریم رنگ میکنیم. یه جایی حتی که احساس هم میکنیم کم رنگه رو دوباره رنگ میکنم، بذار کامل تمیز رنگ بشه. اینجا رو چسب زدم که اضافی رنگ نشه، قشنگ تا اون مرز قشنگ تمیز چسب زدم. بریم که دوره کاران یه نگاهی بندازیم. تو این قسمت رنگ کاری این قشنگ تموم شد. بعد یه خورده صبر بکنیم تا این خوش بشه. بعد این پایینن میخوام سفید رنگ بکنم که با این پایه‌ای که درست کردیم همخوانی داشته باشه. می‌بینید تا این قسمتش رو بریدم، باید از این کمانرها میشه خیلی رد برید. بریم بقیه ابعادم در بیاریم. خب فعلا این 3 تا ابعاد رو بریدیم.
که حالا 2 تا ابعاد دیگر هم میخواد. اینا رو فعلا باید سنباده بزنیم، با چسب موقتا وصل بکنیم تا ابعاد دستمون بیاد. فعلا برای پیلوستگیری لبای این باید از کاغذ سنباده استفاده کنیم. خب فعلا که این 2 تا رو درست کرده بودیم، سنباده زده بودیم، 2 تا قطعه آخری رو آماده کردم که اینم بریم سنباده بزنیم. همونطور که میبینیم اینه، داریم با چسب 1 2 3 این باکس رو مونتاژ میکنیم. خب این که تا اینجا کار یه باکس تقریبا شیک در آوردیم. حالا اگه اوکی بود فیکس، یعنی این چیز بود عالیه براش. سرخ بود بیانشین حالاتی میشینه اینجا، مثلا بعدا میشه از این کلید استفاده کرد. بریم که اینو چسباشو تقویت بکنیم که حالا بعدا نشکنه. و یه دست رنگ خیلی تمیز، رنگ سفیدم میخوام بهش بزنم. فعلا مراحل رنگکاریمون به اینجا رسید. الان هر 2 تا رنگ هم خوش شدن. برای اینجا تونستم یک کفشای کوچیک پیدا کنم که این تا پایین وصل شده. بعدش هم که این بره. حالا ولی چون که این کفشایی که درست کردیم، یعنی کفشایی که این باکسی که درست کردیم اینجا میخوابه، به نظرتون اینجا رو یه خورده حالت ندم، یه حالت هلال در نیارم، خیلی قشنگتر میاد. میخوام برم اینو هلالی بکنم برگردم دوباره. حالا بریم برای رنگ‌آمیزی. بچه اگه فهمیدین دلیل این کار چیه، الان میخوام این مارپیچ رو رنگ بکنم و درستش کنم. فعلا تا الان این مارپیچ رو که رنگ کردیم بعد بمونه خوش بشه که این باکسمون بود رنگش کردیم، بعد منتظرونه تا اینم خوش بشه تا بریم برای مونتاژشون. این دستگاه اکثر این دینام کولر پنجره‌ای اکثرا بی سر و صدا ساکت کار میکنن، برای اینکه حالا یه حالت ایمنی مانند داشته باشه. این مارپیچ رو میکشن که از دور اندازی بفهمید این روشنه یا خاموشه، چون که این حرکتش خیلی خوب مشخص میشه داخل دور زیاد. این باکس قبلیمه که به این روز افتاد، که خیلی ضعیف بود. برای همین من رفتم یه از این باکس برق آماده است 10x10، به اینا اصطلاحاً جعبه تقسیم هم میگن. رفتم یکی از اینا خریدم، بغل یه کلید ایمنی گذاشتم که روشن خاموش میشه، بالا یه سوراخ دارم که سیما رد بشه. به جای این دو شاخه های خطرناک و این سیمی که کلان چسب خورده، یه تیکه سیمی هم پیدا کردم باز این دو شاخه های پرسی. بریم که با هم دیگه شروع کنیم به سیم کشی و نصب جعبه برق. میخوام تقریبا چینیش هم به این صورت باشه. یکی کلید ایمنی گذاشتم اینجا و شرمنده واحد نورپردازی که اینجا میز کارمه. خازنم میخوام اگه جا بشه این پایین جا بکنم، این ورودی برق که از پایینه. میخوام اگه بشه همه چی داخل یه باکس 10x10 جا بشه. این عرضش الان 8 سانته ولی پایینش کمتره، پایینش اگه اشتباه نکنم 5 6. این اگه بشه اینجوری اینجا جاش کرد خیلی عالی میشه قشنگ. این دیگه این درش رو ببندی، درش هم 2 تا دونه پیچ داره، یه چیز شیک و تمیز در میاد. خب فعلا یکی از کارهایی که کردم اینه، رو در این باکس کلیدو وصل کردم. البته به یه چیز حواسم نره، روبروی این سوراخ پیچ این گوشنگ پیچ هست که حالا میخوام یه کلکی بزنم. شاید این فریم رو باز کردم و واقعا خود شاستی اصلی باشه، این فریم رو باز کنم که بتونم اونجا سفتش بکنم، بعدم دوباره این فریم پلاستیکی رو ببندم تا بالا 90% همون کارو بکنم. این سوراخش اینجا. بریم که ادامه کارم با هم دیگه انجام بدیم. کار فعلا به اینجا کشیده و میخوام باکس رو وصل بکنم. حالا بعد جاشو باید با دره مشخص کردم، میخوام سوراخ بزنم.
فعلا کار تا اینجا رسوندیم. باکس با 2 تا پیچ قشنگ محکم سر شاسی وصل کردیم. بعدش الان فقط من دیگه سیم کشی و بقیه کارو، نصب خازن و سیم کشی. من فقط این سیمی که گرفتم خوب ارتن داره، میخوام ارتن وصل بکنم به یکی از اینا که بدناً ارت دار باشه. خیلی چیز خوبیه. بریم برای ادامه سیم کشی. عکس آخر سیم کشی رو جدا میذارم. بچه این شما این اصولی ترین بازسازی کل خاورمیانه. براش باکس برق از این باکس آماده آوردم، بعد این رو داخلش جا دادم. هیچ کدوم از این کلیدا کار نمیکنن تا وقتی که این اگه خاموش باشه این کار نمیکنه، این اگه روشن باشه کار میکنه. دو شاخه‌شون از این دو شاخه خوب انداختم. برقیناش مثل 1.5 متر اینا کابل داره. بقیه کلا شیک و مجلسی آماده است.